خب یه تمرینی هست، یه سری دوستان از ناحیه کشاله پا، کشاله ران احساس ضعف میکنن و خیلی مثلا میگن که آی درد گرفت، مثلا حرکت که میکنن، پیاده روی میکنن میگن درد گرفت. یه حرکت خیلی ساده بهتون میگم، این حرکت رو حتما انجام بدین و به مرور زمان میبینین که پاهاتون قوی تر میشه، کشالاتون قوی تر میشه. حالا این حرکت چیه؟ ببینین شما لازم نیست به صورت حرفه‌ای این کارو انجام بدین، به صورت ساکن هم میتونین این کارو انجام بدین. ببینین حرکت به این شکله، ببینین 1 این پا میاد، 2 1 2، یعنی این پا قشنگ تا اونجا که میشه باید بیاد بالا، پای بعدی. حالا این حرکتی که رفتیم دوباره مثلا 20 تا ست اینو میریم، 20 تا ست بعدش به این صورت میشه. ببینین 1 2 3. البته این تمرین صحیحش به این صورت که دوستانی که نگاه میکنن بعد میخوان ایراد بگیرن بهشون بگم حرکت صحیح این کار این نیست، به صورت تندتره، به صورت درجا زدنه، ولی ما تمرین رو برای کسی طراحی میکنیم که میخواد ورزش بکنه، میخواد تن سلامت داشته باشه، دنبال داستانای دیگه نیست، نمیخواد قهرمان المپیک بشه، میخواد تن سالم و بدن خوب داشته باشه. دوستانی که میخوان توی کلاس‌های ما شرکت بکنن واسه افتخاره که در خدمتشون باشیم، حتما به من پیام بدن. عشقید.